برادران خواهران عزیز، آیا اسلام یک دین قومی هست؟ جواب: هرگز، هیچ وقت دین اسلام دین قومی نیست. خاطر این رب العالمین در قرآن فرموده: و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ما روان نکرده ایم تو را الا مگر رحمت برای همه جهان، که آن انس و جن، عرب و عجم، فرس و روم و ترک و چین و غیره می باشد. همچنان در قرآن آمده: قل یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا، بگو ای پیغمبر ما، ای مردم ها، من پیغمبر خدا، من پیغمبر الله هستم برای شما همه. پس اگر کسی گوید که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر هست برای عرب ها، چرا که در قرآن آمده لتنذر ام القرى، تو بترسان ام القرى که مکه مکرمه می باشد. جواب این هست که این آیت بیان می کند ابتدای دعوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. مثل که هر مسلمان اولین مهمترین کاری سری او فرض هست اقربا و نزدیکایشان، بعد از آن توجه می کند به سوی مردم های دیگر. همچنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده در حدیث: و کان النبی یبعث الی قومه خاصه، هر پیغمبر روان می شد برای قوم خود به طور خصوصی. و بعثت الی الناس کافه، و من روان شدم و من را روان کرده است و مرا روان کرده است رب العالمین، یعنی و مرا روان کرده است رب العالمین برای همه جهان.